خوش اومدید به یه ویدیو اخباری ایدراپی دیگه که قراره با هم دیگه بریم کامل اخبارای این هفته رو با هم دیگه بررسی کنیم. البته اخبارای مهمشو از جمله فصل جدید نات پیکسل، یعنی تورنمنت جدید نات پیکسل، لیست شدن ایدراپ اسپینر و قیمت و اینجور چیزاشو بهتون میگم و تاریخ لیست شدن ایدراپ گودز. بریم با هم دیگه این ویدیو جذاب ببینیم. لایک کن، سابسکرایب کن، خیلی بهم انرژی میده. بریم سراغ. خب دوستان، فکر کنم شما وقت دارین این ویدیو رو میبینید تموم شده باشه تورنمنت جدید نات پیکسل که الان من دارم ویدیو رو میگیرم 11 بعد از ظهر 11 و 20 دقیقه است که ساعت 12 فکر کنم تموم شه. ولی این اولین تورنمنت و قراره راندای دیگه هم داشته باشه به طور منظم. پس این نکته‌ای که داخل اینجا میگم خیلی مهمه. اول از همه این که بعضی اعتراض داشتن که چرا وقتی ما یه قسمت رو رنگ میزنیم آقا به ما امتیاز نمیده، 0 امتیاز میده. نگاه کنید بچه‌ها، شما نباید قسمت‌های تکراری رو رنگ بزنید. مثلا آقا روی این قسمت وای میسی انقدر تا مثلا رنگش یکی بیاد رنگ سفید بزنه. وقتی رنگ یارو اومد رنگ سفید رو زد یا یه دونه از این بمب اومد زد، شما باید سریع اون رنگی که هست و مثلا اینجا مشکی باید سریع مشکی رو بزنید. یعنی سفید شد شما مشکی رو بزنید و رنگ درست انتخاب کنید. و آره بعضی هم امتیاز منفی میگیرن. امتیاز منفی از چرا قراره؟ امتیاز منفی شما وقتی بیاین اون قسمتی که مشکی باید بزنید میاید نارنجش میکنید مثلا و شما اونجا امتیاز منفی میگیرید. امتیاز 0 هم زمانی گرفته میشه که شما رنگ تکراری رو بزنید. مثلا اینجا مشکی دوباره مشکی بزنید. اینجوریه قضیهش. و فکر کنم آره کلا بچه‌ها 1024 تا از این شکلک‌ها اینجا هست که 512 تاش برنده میشن و از اون 512 تا فکر کنم از هر شکلک چه کار 60 تا کاربر برتر. بذارین وارد کانال نات پیکسل بشیم. فکر کنم بذارید آره 64 تا کاربر برتر برنده میشه که اینجا میبینید دیگه بچه‌ها. کاربر اول 600,000 تا، کاربر اول تا 8 تا 300,000 تا و همینو که ببینید میاد پایین. نکته دیگه ای بچه‌ها فکر نکنم مونده باشه از نات پیکسل و اینکه اینو که میبینید اینو یه نفر با 20,000 تا اسمش چیه 20,000 تا استارز میاد اینو فعال میکنه و نصف چیا خالی میشه، نصف این نقشه خالی میشه. کنم یکی هم فعالش کرد و به نفع ماست. همین دیگه بچه‌ها، فکر کنم الان ساعت 12 اینو تموم میشه. بریم سراغ ایدراپ اسپینر و ایدراپ گودز که اطلاعات کاملش رو بهتون بگم. خب دوستان، میریم سراغ اسپینر کوین که بچه اگه یادتون باشه یه ویدیو گذاشتم و با هم دیگه رفتیم و اینو فروختیم که فکر کنم یه اشتباه خیلی ریزی کردیم. چرا؟ چون الان وقتی میخوام این 2 تا توکن کلا ازش گرفتم. خب 2 تا توکن ازش گرفتم که فکر نکنم بتونم برداشتش کنم، چون که اینجا روی کلایم میزنم اول از همه که میگه کانکتم، ولی کانکتم کردم گفته بود که نباید اسپینرتون میفروختی، یعنی به صورت NFT من فروختم. و آره دیگه بریم قیمتش هم حدود بذاریم بهتون نشون بدم. قیمتش باشه 0.09 که وارد ماشین حساب که شدم و زدم حدودا 6300 در اومد به قیمت خودم، یعنی 6000 تومان هر یه دونش و خیلی خوبه. قیمت خیلی خوبی گرفته. فکر نمی‌کردم راستش همچین قیمتی بگیره. خب دوستان الان نمیذاره وارد ربات بشم، نمیدونم یوزر نیم چیه، یه مشکل داره. ولی وقتی شما وارد ربات میشین بهتون اول توکناتون رو توکنایی که گرفتین رو نشون میده. نمیدونم بچه تاریخ لیست شدنش کیه، ولی اول توکنات رو نشون میده. داخل بخش اکتیویتی هم 3 تا قسمت داره که میتونید استیک کنید توکناتون رو. یه دونه فکر کنم 3 ماهه، 6 ماه یا 9 ماه، فکر کنم اینجور چیزا بود. و همین دیگه یه دونه 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه. و بچه‌ها اینو بهتون بگم که مثل مینفای فکر کنم یه تاریخ داره و تا یه تاریخ میتونید استیک کنید و بعد استیک کردن برداشته میشه. مرسی که ویدیو رو دیدید. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، گود بای.